بهت بگم چطوری مهاجرت کنی. خب اول باید ببینی کجا میخوای بری. اصلا فرض کن هر جا که شد. خب اکثر کشورها رو میتونی تحصیلی بری. برای تحصیلی باید یه دانشگاهی اونجا ثبت نام کنی. دانشگاه هم شهریه داره. اگه میخوای بری سراغ ارزون ترین گزینه ها برای شهریه دانشگاه، مثلا ایتالیا، آلمان، بعدش اتریش، فرانسه، اسپانیا، اینا شهریه دانشگاه دولتشون نسبتا کمه. اگرم نه مشکل هزینه کردن نداری، هر چقدر باشه سالی 10,000 تا 20,000 تا میتونی هزینه کنی. میتونی بری سراغ انگلیس، کانادا، هلند، اصلا هر جایی که دوست داری. ولی اینجوری هم نیست که دیگه فقط چون شهریه دانشگاه رو دادی بتونی بری اونجا ثبت نام کنی. ازت مدرک زبان هم میخوان. مدرک زبان برای اکثر کشورها اجباریه، ولی یه سری کشورها هم هستن که میتونی بری زبانشون رو همونجا یاد بگیری، ولی زبان خودشونو. مثلا اسپانیا و فرانسه همچین شرایطی دارن. یه سری چیز میزای دیگر هم توی کپشن نوشتم.